با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 23 نوامبر توجه کنید. در حالی که پلیس روسیه با تنتنه از بازداشت یک بچه دوست خبر می‌دهد، قاتل ҳувайдои 5 ساله تا هنوز مجازات نشده است. 2 سال و 4 ماه باز صبر دارم. باز چقدر دیگر ممکن است که طاقت کنم؟ حامی حقوق مهاجران در مسکو میگوید پدری سالخورده‌اش را ساعت‌ها بازپرسی کردند. زندگی در خانه‌های سرد و تاریکی سوغد و یا چرا ساکنان خانه‌های баландошёна در شمال تاجیکستان هیزم ذخیره میکنند؟ به پیچکه شتم نمیشه چون سویت مراد از سری تا شب سویت نیست 8 سری کشد 5 به متر. اما آغاز میکنم از یک خبر دیگر. شرکت سامون ایر میگوید با سبب کاهش یافتن نرخ یورو در نسبت روبل روسی، ارزش بلیت هواپیمایی چارتری از روسیه به تاجیکستان اندکی پایین آمده است. به همین ترتیب مسافرانی که این شب و روز به سمت دوشنبه بلیت میخرند به جای 36800 روبل 37200 روبل روسی پرداخت میکنند. مهاجران تاجیک پیوسته از گران بودن ارزش بلیت های شرکت سامون ایر شکایت دارند و منتظر برقرار شدن پروازهای دومی هستند. طبق جدول قبلا هماهنگ شده مقامات تاجیک و روس، پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به تاجیکستان تا 30 نوامبر عملی می شود. این پروازها ماه دکبر ادامه خواهد کرد یا نه رسما خبر داده نشده است. در نویای ولادیمیر روسیه یک ساکن 26 ساله را دستگیر کردند که پسر بچه 7 ساله را دزدیده و طول 2 ماه در اسارت نگاه داشته است. نابالغ را با کمک اینترپل پیدا کردند، زیرا بازداشت شده عکس او را برای فروش در صفحه پنهانی اینترنت نشر کرده است. حالا گمانبر حبس گردیده در نسبت او برای دزدی انسان و انجام حرکت‌های دارای خصوصیت شهوانی داشته عیب اعلان شده است. در همین حال قاتل دختر تاجیک ҳувайдои 5 ساله بیش از 2 سال می شود برای اعمالش جزا نگرفته است. گذشته از این در این مدت الکساندر سیومین به دادگاه حاضر نشده با بهانه‌های گوناگون در بیمارستان روحی نگاه داشته شد. حتی بعد خلاصه پزشکان درباره حالت خوب روانی وی مُحاکمه دادگاهی را تا 2 ماه آینده بازداشتند. تفصیلات در گزارش نوبتی. روز 20 نوامبر در تالار دادگاه ولایت مسکو حامیان حقوق، فعالان جامعه شهروندی و نزدیکان ҳувайдо تیلوزاده منتظر اعلان حکم الکساندر سیومین، شخصی متهم در کشتار این دختر 5 ساله تاجیک بودند. از زمان قتل ҳувайдо تیلوزاده قریب 2.5 سال می‌گذرد و بارها مرافعه دادگاهی با سبب‌های از جمله وضع سلامتی متهم اصلی به تأخیر افتاده است. پدر ҳувайдо از آن نگران است که هرگاه بهانه برای تأخیر محاکمه پیدا می‌شود. 2 سال و 4 ماه باز صبر دارم. باز چقدر دیگر ممکن است که طاقت کنم؟ با تأخیر میگذارند و با تأخیر میگذارند. تا به کی؟ چند پیش دادگاه ناحیه سیچوفسکی حکم برآورده بود که سیومین از این بیش به معالجه اجباری احتیاج ندارد و باید در دادگاه جواب دهد. ولی وکیل مدافع سیومین بازنگری این حکم را طلب کرد و مسئله معالجه اجباری این فرد متهم در کشتار دختر 5 ساله تاجیک در شهر سرپوخوی ولایت مسکو در سال 2018 از نو مطرح شد. 16 ноября Смоленским областным судом 16 نوامبر دادگاه ولایت اسمالینسک حکم دادگاه ناحیوی سیچیسکی را لغو کرد. بازنگری آن را در میان گذاشت. امروز ما اقدام‌های بعدی آن را بررسی کردیم. Вот сейчас сегодня мы решали вопрос о том, что каким образом нам поступить. پدر ҳувайдо، حامیان حقوق و فعالان جامعه مهاجران تاجیک مقیم روسیه از آن به حیرت آمدند که چرا شخصی در جای جنایت با شهادت‌های شیعی دستگیر شده که گناهش را هم اعتراف کرده است تا کنون به جوابگری کشیده نشده است. حتما دسته دوم یا دسته سوم در این پرونده رسیدگی میکنه، چون از تجربه ها از مشاهده ها برمیاد که دسته سوم هست. به همین خاطر من فکر میکنم که از مقامات ها، از قدرت هایی که موظفن در این ساحه دعوت خیلی خواهش میکنم که در این پرونده دست خودشون دراز بکنن، یعنی کمک بکنن و به طرف نباشن.
دادگاه ولایت مسکو تا زمان حل مسئله معالجه اجباری سیامین محاکمه او را به تاخیر گذاشت. ولی وکیل مدافع عائله ҳувайдо تیلозاده میگوید آنها تا آخر تحقیقات و اعلان حکم سیامین قضیه را پیگیری خواهند کرد. خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه خبری صحبت خواهیم داشت در موضوع دعوت پدری یکمی حقوق مهاجری توجیک در روسیه به شعبه ملیسا در تاجیکستان و باز هم از مشکلات بی‌برقی ساکنان میگوییم. این بار از ولایت سوخت که ساکنان مجبور شدند برای گرم کردن خانه‌هایشان بخاری با بویران نصب کنند. اما قبل از تقدیم این مطالب یک آگهی با ما بمانید. شما برنامه خبری را تماشا دارید. بختاور جمعیف حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی توجیکان در مسکو ادعا دارد که کارمندان امور داخلی شهر پنجکند پدری او را به شعبه دعوت نموده مورد پرسش قرار دادند. به قول بختاور تلفن دستی پدرش را تفتیش کردند و اکثرا درباره فعالیت او سوال شده است. در برنامه‌های گذشته ما درباره دعوت‌ها و مورد پرسش و تهدید قرار دادن پیوندان و نزدیکان دیگر اندیشانی که در خارج تاجیکستان به سر میبرند گزارش‌ها پخش کردیم. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت. درود بر شما و بگویید که سبب اصلی دعوت پدری بختاور جمعیف چی بوده است؟ ببینید، بختاور جمعیف در صحبت ویدیویی با ما گفت که دستور دعوت پدرش به شعبه جستجویی جنایت‌های سازمان یافته از دوشنبه رسیده است، یعنی از مرکز. آنها از پدرش درباره اعضای خانوادهشون پرسیدند و سوال دادند که بختاور با کدام گروه همکاری میکرد، با کدام گروه شامل است و با کیا تماس میگیرد و این همه را به شکل بیانات ثبت کردند. وقتی ما به شعبه کارهای داخلی شهر پنجکن درباره سبب و ضرورت دعوت پدر حقوق شناس را به شعبه میخواستیم پرسیم، به زنگای ما اصلا جواب ندادند. در وزارت کارهای داخلی هم حاضر نشدند با ما صحبت کنند. در صحبت ویدیوی بختاور نقل میکند که پدرش را بعد آن دعوت کردند که میان او و کارمندان سفارت در روسیه بر روی سرنوشت دخترچه تاجیک سفینه 7 ساله که به کوچه برآمده گم می شود و وقتی برای کمک به سفارت مراجعت کرده است، آنها در عوض به وی تند مناسبت کردند. طور بختاور گفت بعد همین صحبت سرد و تندآمیز کارمندان سفارت پدرش را در پنجکن دعوت کردند. این همه با کار و فعالیت من تاثیری نمیرساند، زیرا مردم سفید را از سیاه فرق میکنند. در مسکو نمایندگان هم امنیت ملی هستند و هم وزارت کارهای داخلی هستند. آنها هر وقت میتونستند که با من در تماس باشند. اون کاری که کردند راستی خودی من را در تعجب گذاشت. خب این صحبت بختاور بود. ببینید تا این دم برخی از دیگر اندیشان توجیک هم همین گونه شکایت داشتند که برای ابراز نظر آنها درباره کاری حکومت پیوندانشان در تاجیکستان به قول کشاکش میشوند. بله شلا، حتی همین رئیس نماینده سازمان مرکزی تاجیکان یعنی همکاری همین دلاور در مسکو عزت امان در صفحه فیسبوکیش بارها از دعوت و مورد پرسش قرار دادن پیوندانش در تاجیکستان ذکر نمود. این سازمان و از جمله عزت امان بختاور جمعیف اصلا به حمایت حقوقی شهروندان تاجیکستان در روسیه مشغول هستند و در هر گوشه روسیه اگر کسی رنج میبرد از شهروندان تاجیکستان همینها به سراغشون میروند. در روزهای پاندمی کرونا ویروس بختاور جمعیف خانه به خانه مهاجران غذا برده بود. حالا اگر فراتر برویم از این مسئله، اخیراً دادستانی کلی تاجیکستان نامه خویشاوندان چندی از محبوسان را مورد بررسی قرار داد که در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. آنها با مراجعت به رئیس جمهور، دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان مؤلفان نامه گفتند در تلویزیون‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی منتظم مطلب و نوار و فیلم‌های پخش می‌شوند که در آنها نزدیکان ما را یعنی آنها را مجبوری به نوار می‌گیرند.
تا ضد رقیبان سیاسی استفاده کنند. همچون نمونه از پیام‌های ویدیویی جمشید نرزاللهیف، محمد علی رحمت‌اللهیف، حکمت الله سیف‌الله‌زاده و دخترش فرزانه سیف‌الله‌زاده یادآوری شده است که چند پیش حزب ممنوع نهضت اسلامی و سران و فعالان آن را به تروریسم ایبدار می‌کردند. بعداً دادستانی کل در نامه جوابی خود این ادعای نماینده‌های محبوسان سیاسی را رد کرد. همچنین ده‌ها نفر نماینده‌های سازمان گروه 24 در رسانه‌ها شکایت کردند که نزدیکان آنها را در داخل کشور مقامات دعوت نموده تهدید میکنند و میپرسند که به اون برادرت یا فرزندت برسان که دهانش را ببنده. بله، در این باره با تفصیل در وبسایت رادیو آزادی مطلب ها هستند، میتونید بخونید. بینندگان عزیز، به شما سپاسی بپویان برای صحبت. برنامه خبری رادیو آزادی رو ادامه میدیم و حالا میرویم به شمال تاجیکستان که در آنجا ساکنان خانه‌های بلنداشیانه به بخاری‌های بابایی را آوردند. اونا میگویند در شرایط فعلی که برق را همگی چند ساعت در شبانه روز میگیرند، این یگانه واسطه گرمی و روشنایی در خانه‌هایشان است. شرکت برق تاجیک اصرار می‌ورزد که در کشور لیمیت نیست و کمبود نیروی برق به زودی حل می‌شود، اما کی نمیگویند. فرزان محمدی در این باره گزارش دارد. بی‌برقی و سردی تقریبا یک ماه اخیر زندگی در بناهای بلند منزل را مشکل و طاقت فرسا و باشندگانش را مطیع بخاری بابایی نمود. برخی از ساکنان شهرک چهارختران گلستان در 20 کیلومتری شهر خوجند مجبور شدند در حجره هایشان که در بلنداشیانه‌ها واقع است بخاری بابایی نصب کنند. این سال سویت کشتاست. بعد از همین مسئله همونم به پیچکا شدن نمیشد. چون که سویت مراد از سری تا شب سویت نیست. 8 سری کشد 5 میتیاد. اما مجبور پیچکا علو نکنم بچه‌ام کسل نشود گفته علو میکنم. مهیا جورابای با دو فرزند مکتبخانش در تنهایی به سر میبرد و در روزهای سردی خانه‌اش را با هیزمی از صحرا جمع آورده‌اش گرم میکند. دالان بنای سه‌آشانه که مهیا و چند تن از همسایگانش زندگی دارند به انبار شاخه‌های هیزم تبدیل یافته است. باشندگان میگویند در این روزهای سردی و بی‌برقی چاره‌ای دیگری ندارند. боли манангем печкашай мананда ҳай орни хамсоянда як 5-6 касанда ҳай денҷанд аз печка дуд пут кунатам жалаба нест чунки қариб 100% халқи чойруханда 80% печка кити мешинад печка ями алоги. ساکنان منطقه‌ای که در دهه‌ها زندگی می‌کنند و حالا با کمبود نیروی برق روبرویند میگویند در تاجیکستان تقریباً 20 سال باز از تیر ماه تا اولی بهار محدودیت نیروی برق جاری بود و آنها نیز از بخاری‌های بابایی استفاده می‌کردند. ولی چون حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلام کرد که لیمیت یا طریق ریجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، آنها نیز از استفاده این نمود گرمکنک‌های خانگی دست کشیدند. تو چرا؟ پلیتکا همه جا کمر به نمیتونم تا دیسر هنوز گرم کنو گوشه همه گریب شده است. ساکنان تاجیکستان بیش از 3 هفته اینجانی با محدودیت نیروی برق میگیرند و نگران از آن هستند که دوباره لیمیت در استفاده برق جاری می شود. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک از آغاز ماه نوامبر تا هنوز در پاسخ به ناراضگی ساکنان میگویند در کشور لیمیت برق جاری نشده است و این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها و ایستگاه و زیرایستگاه‌ها ربط می‌دهند. در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می‌شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش. سنجش درستی اظهارات شرکت برق تاجیک از جای دیگری فعلا ناممکن است. شرکت تامین کننده برق همچنین نمیخواهد بگوید یا به خبرنگاران نشان دهد که چه چیزی و در کجا تعمیر می شود. ولی در سال روان حداقل این بار سوم است که برای چند روز انتقال برق به منزل ساکنان در ساعت‌های معین قطع می شود. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت‌های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از 2 هفته برخی از ساکنان با ریجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و بینندگان عزیز اگر شما نیز مشکلاتی به برخی دارید برای ما نوار بفرستید. اما اینجا من برنامه اخبار آزادی را به پایان میرسونم. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید و اخبار و گزارش های دیگر را چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخونید و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار شما باشد.